و افغانستان به زبان خود شما در BBC. وارد مرحله تازه بی‌ثباتی و آرایش مجدد قدرت شد. از جنگ فرسایشی غزه و تشدید تقابل ایران و اسرائیل گرفته تا تحولات سریع در سوریه و نقش دونالد ترامپ بر تحولات در خاورمیانه. امروز این پرسش مطرح است که منطقه در آستانه سال 2023 به سمت نظم جدید حرکت می‌کند یا در چرخه از تنش‌های کنترل نشده فرو می‌رود. در بحث این هفته این مسئله را با دو کارشناس خاورمیانه بررسی می‌کنیم. ملک سفید، کارشناس مسائل بین‌الملل و خاورمیانه، و نفیست کوهنورد، خبرنگار BBC در لبنان که رویدادهای خاورمیانه را دنبال می‌کند، مهمان من هستند. من ببرک با تشکر از حضور مهمانان در این بحث، اول از جنگ اسرائیل و حماس شروع می‌کنیم که حالا دو طرف در یک آتش بس